ویدیو چنل یوتیوب من. همونجور که از تمام ویدیو فهمیدید قراره که میکاپ کنم. بخشید که اینجور بیریخت اومدم چون میخوایم تغییر کنیم. من نمیدونم که خوشگل میشم یا نه، آیا قشنگ آرایش میکنم یا نه، آیا درست انجام میدم مراحلش یا نه. و اینکه خوشحال میشم که چنلمو سابسکرایب کنید، ویدیومو لایک کنید و کامنت بذارید که ویدیوی بعدی چی دوست دارید باشه. سراغ ویدیو چیزایی که لازم بود آوردم. واسه یه مرحله اول میخوام مور ببرم دم دستم گوشو صفر کنم. چای میکی موز شدم خیلی. حالا میخوام با دستمال مرد کننده صورتمو تمیز کنم. از برند سیگول هستش، ویتامین سی داره، جوان کننده است، مرد کننده است، روشن کننده است، تقویت کننده است. من بدون که میتونم کاری انجام بدم چون که نمیره. واسه نمیدونم چشم ضعیفه و اذیت میشم. ضد آفتاب بیبی کرمو بزنم پوستم چسبناک نشه. حالا با این بیوتی بلندره بلندش میکنم که چربی رو کرمو بگیره. پشمان برعکس اونی که فکر میکردم پوستم الان چرب میشه، خیلی سبک و ترد شده. نایس. زیاده رفت سیبیلمو بزنی کم در اومده. میخوام روش کنه بزنم. دارم چیکار میکنم؟ اسمش رو نمیزنم اصلا تو اینجا. موقعی مد شده بود که یه جوری روژگونه میزده که همون تینت که کلا یه جوری سرخ میشد. خب ببین کمش قشنگه، زیادش خیلی نسوی و زشت میشه. از خودم راضیم. حالا میخوام خط چش بکشم. درسته این هم تونستم بزنم اینجوری که یه حالت مایعی داره، بعد مثلا یه صورتی خیلی ملیح بزیده ولی چرب میکنه خیلی و رو اینو میماسته. پس خوب شد که نزدم. اینو بزنم اسمم چهرم باحال میشه، ولی نمیدونم خط چشم بزنم قشنگ میشه یا نه، نمیدونم. اینو سیاه کردم و خیلی سخت بود. نمیخوام آخر کار بزنم. شاید پودر فیز ولی خب یه براقی رو پوستت میده. اینو میخوام بزنم، شاید بزنم. این بچه یه ضد آفتابم بود ولی خب این بیه چون خطش پیدا نکردم. مثلا همین میخوام با قلم میکشم. کجاش اینو پیدا کردم. درست این هم دوستم بزنم واسه روشونه. چه صورت خوشگلی داره. خب دیگه اینو زدم دیگه. میگن صورت بزنیم که چون استخوانی میشه. خب مثلا خراب شده، بعد قبل روش کنه این کار رو انجام میدادم. درست دارم میزنم. کم میزنم که یهو سفید نشه، معلوم باشه. خطشش ممکنه که بد بکشم و کل آرایشم رو خراب کنه. سیدم که از چسب کاغذی استفاده کنم. خیلی سخت. حس کنم قرار نشد، نمیدونم. دارم سخت میگذاره. پشم چه خوب شد. این خیلی خوب شد. تا رفته تا تهران تا کاشون مونده. اکیل میده به چشام. این خط چش آبیه. خب بعد چون که آرایشم چشام مشکی کردم و اینا دارکه دست کنم بزنم بهتر تا اینو بزنم. ملیح ها به چشام کشیدم پخشش کردم. نمیدونم قشنگ شد یا نه. اینه که میذارم تازه میبینم چه قراری دارم. بعد که روشونه یه روشونه دیگه زدم این پیدا شد.
پشمو ریمه نمیزنم دیگه. حله ابروهام هم ژل ابرو بزنم. من ژل ابرو بزنم شونه میزنم چون که ژل ابرو رو اینجوری سیخ نگه میداره. یو بدم بزنم. خراب کرد. لب نود میزدم قشنگ تموم شد. این لب نود بزنم. دیدم که از این استفاده نکردم. بچه خیلی شو ریختم. Yeah, boy. تازه دارم دختر رو درک میکنم. Putaria, ha 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 no popozão,